هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. دقت بکنی نور خدا در دل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی؟ این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و کمی کعبه آمال خودت باش، چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است، تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است. شاید که بتی در وسط ذهن من و توست، باید بت خود با نم باران خدا شست. گویی که خدا در بدن و در تنمان است، نزدیکتر از خون و رگ گردنمان است.